سلام دوستان، خوش اومدید به بازی اوپن فرانت. بازی که تو دوران قطعی اینترنت خیلی معروف بود و هنوزم هست. ما بریم یه دونه پلی بزنیم. خب دیزیبلاش چیه؟ موشک نیست، اتم نیست، هیدروژن نیست، کلن بمب و این چیزا نیست. فقط باید با کارخونه و قایق و اینا فکر کنم چیز کنیم دیگه. 65 نفرن و همه پر شد در کسی از ثانیه. خب کجا بریم؟ بازی که یاری نیست، پس اینجا میزنیم. من اینجا میزنیم. اینجا میزنیم. خب باید وایسیم تا بیاد دیگه، تا تایم تمام بشه بریم. الان یه نفر پیش منه. خدا اینجا میزنم، مثلا نه نزدیک اینا نباشید، اینا پلیرن ها، ولی خوب نیست زیاد نزدیک نباشی، بهتره یه ذره دور باشید. پیش دریا هم همیشه باشید، اگه دریا هست مپی باشه. دریا باشی. خب من نمیدونستم چیز داریم. خب یه دونه از این بسازیم. نمیستم 5 میلیون پول داریم، حواسم اصلا نبود. اصلا باید دوست باشیم با تمامیاش. تماما منظور رو کارخونه من رو خرج میکنم، بقیه‌شم میدم چیز انجام میدن، چیز ناو میفرستم، یه دونه شهرم میزنم با یه دونه دیگه که جمعیتم زیاد بشه. اینا اسکولا هم جمع میکنیم میره. اینا باتن ولی اینا نیشن ها ازاره مغزشون بهتر از این احمقای تریبه. این تریبا رو سریع بگیرید، چون نگیرید زر نگردید دیگه. اوکی اینو بزنم چه نمیشه بزنیم. من کرده چیز کنم. خب ببین من فعلا دارم رو چیز تمرکز میکنم. اینم با من دوست شد دیگه. کی رو باید گرفت؟ این آیسلند. ببین اینا خیلی تو هم میشه جمع کرد به نظرم. نروژ هم میگه بیا قبول کنیم داشی باشیم با هم. من قبول میکنم. این پلیره، اینا هم پلیره. خب بازم ببین اینو بگم جمع کنم ولی دیگه نشد. مهمم نیست. خب بذار بهتون بگم، اینجا وقتی بخواین سرمایه در بیاری بهترین کار اینه که یا ناو بزن چیز، یا بندر بزنید یا کارخونه بزنید، که در بعضی مواقع کارخونه خیلی پرسودتر از چیزه. اگر نمیدونم میدون یا نه، ولی خیلی پرسود. این کیه؟ نمیدونم. نروژ جمع داره میشه و من هم سعی کنم جمع کنم، چون پر اینا رو گرفتیم، شهرشو گرفتیم. خوبه خیلی خوب. خیلی خوب شد واسه من، حداقل واسه من یکی خیلی خوب شد. یه شهر میسازم. نمیدونم این کیه. خب این رو من این پلیره. آره پلیره، خیلی هم خوبه. حالا وضعیتش از موبه. خب باید کارو انجام داد. خب دیگه باید چیکار کرد؟ فکتوری. من صبر میکنم پولم جمع میشه، وقت حالا هست واسه یه چیز. این ایسلند نیشنه خیلی کوچیکه، این بزرگه، میشه جمعش هم کرد به نظر. ولی فکر نکنم بشه چیز کرد و زیادم چیزه میکنیم. خب شهر میزنیم، جمعیت بالا. بعد اینو بگم که در این بازی خب آنلاین تو سایت اوپن فرانت بزنید میاد. و اینو بگم که بازی فشاریه، چون دیدید یه نفر حمله کرد دیگه، شما به یه نفر دیگه رکب میزنید و یه نفر دیگه هم به شما رکب میزنه. پس فکر زرنگی نکنید، چون الان من به کسی هم اینه که ارزششو نداره. خیلی هم کار استرس آوریه. مثلا اگه من به این حمله کنم تا این میاد منو میزنه و اینشون هم میاد منو میزنه، اینشون هم همینطور و دیگه نمیشه کاری کرد. و آره خب
فعلا که اتفاق خاصی نیفتاده. من یه بندر اینجا میزنم، این شام یه شهر کارخونه بزنم. خب یه کارخونه اینجا، کارخونه زده شد. یه دونه شهرم میزنم تکمیل بشه. این چیه؟ چرا کم جمعیتش؟ من جمع کنم بره. تمام. جمعیتش فکر نمونم کم باشه، ولی ای وای حواسم نبود. خب بازم به جای شهر یه دفعه این کارخونه رو زدیم که الان 2 تا کارخونه شد. خیلی هم عالی. اشکال نداره. 12 تا کارخونه داریم. آقا چون این باته خب داره جمع میکنه، یه ذره رفت جلو. این نباید قوی بشه، این نباید قوی بشه، این نباید قوی بشه. قوی شدن این باعث میشه که خیلی وضعیت خراب بشه. خب چون نیشنه دوستان، نیشن اصلا خوب نیست قوی شد، قوی بودنش و امکان اینکه حرکت هایی بزنه که واقعا برگاتون رو میریزونه زیاده. پس من اصلا پیشنهاد نمیدم. خب من ناو هامو گسترش میدم معمولا. هم دیگه بیم اینجا ذره، آره ناو افزایش میدیم. خب 500 تا سرباز فعال داریم که خیلی خوبه و عالیه دیگه. و ببینید جمع میشیم نمیشیم. خب تو چه اتفاقی میفته؟ خب نه این کارخونه ها واسه من عزیز من، کارخونه ها واسه منده. آها پسر خوبه. اخ خب الان متاسفانه با یه چیز خیلی بد مواجه شدیم. این جمعمون میکنه، بهت قول جمعمون میکنه چون جمعیت ما یکی نیست. من تا جایی که بتونم سربازامو زیاد میکنم، ولی فکر نکنم بتونیم جلوش وایسیم. 800 تا کردم دیگه. اون 1 میلیونه. بعد سریع 1 میلیون چی؟ سریع فوق نوری در سرعت نور باید 1 میلیون بشیم. اخ خیلی بد شد که هم خیلی قوی هن دوستان خیلی قوی هن. فقط دارم شهر میسازم که این منو جمع نکنه. او این که برگام داره از اینجا عملات بیزه. خوبه به من، به نفع من، به نفع منه. را بهتون میگم چرا. اینو میزنیم و بوم 900 تا سرباز. یه دونه دیگه خیلی بد سری بزنیم چون که این حمله کنه زیاده. کجا رو زدی؟ نه نه. دوست باشیم دوست باشیم. دوستی اوکی. اصلا اشتباهی ما حواسم نبود. این داره جمع کنه من شب خون. داره جمع میکنه. من فکر نکنم چیز باشه دیگه. ما هم دوست باشیم. این رو میزنیم و بله 1 میلیون جمعیت. خیلی خوبه خیلی خوبه. کرده حمله نکنه. خودش هم گفتم این زیاد شد جمعیت، فوق العاده زیاد. ایسلند آخر سر همه جا همه رو گرفت. باور نکردنیه. نه من یه دونه علی حمله میکنم بهش. اینو باید گرفت. بخشید دوستان از صدام قطع شد و چه صدا نداره. بذارید از صدا رو زیاد کنیم. خب میگه بیام با هم دوست بشیم. منم دوستم. من مشکلی با دوست بودن ندارم چون مشکلی نیست. آها حالا شد. من اصلا نفهمیدم چطوری باید اینطوری هم کلیک میکنن. ولی من واقعا چیز کنم پولمو زیاد میکنم تا بلکه میلیونر بشیم. خب 20 سرباز. کی؟ کرده که با من دوست نیست، یعنی هیچ دوستی ما نمیبینیم. من وقت این است که چند تا دفاعی بزنیم تا بلکه حالا
اتفاق نیفته. من دفاعی ها رو میزنم کلا اینجا. لا هیچ زیاد اتفاق خاص نمیفته، در صورت منو میگیره، ولی اگه بخوان. خب بله کاملا جنگی. خوبه پوشش کامل. ندونستیم بزنیم. شت چرا نتونستیم؟ چرا من اصلا ناوام اینقدر کمه؟ ناوام اصلا زیادم کم نیست، ولی حالا ناوامون زیاد میکنیم. 1,081,000. وقت اینه که جمعیت رو افزایش داد. 1,080,000. بعد جمع سب کنیم. آخ نمیتونیم که. بکنم بزرگترین اشتباه هم همین بود، ولی ببینیم چی میشه. خب بله چون سرباز نداریم و 250 تا داره میاد. آقا من باختم فکر کنم. دیدید دیگه این بازی اینطوریه. بعد بلد باشید. حالا اینکه نمیدونم به ما چرا حمله نمیکنه. حالا خد رفتمون دیگه 5 که الان سرباز داره، من نمیدونم چرا حمله نمیکنه. شاید با هم یارن، مگه میشه؟ حالا مگه ما بودیم؟ امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک کامنت بذارید. مرسی. خدا نگهدار.